شما دوستان عزیز، من مجید اسکندری هستم و در این بخش از آموزش میخوایم به مشکل هنگ کردن گیرنده های دیجیتال بپردازیم. گاهی اوقات پیش میاد که گیرنده دیجیتال در حال نمایش دادن کانال ها به طور ناگهانی هنگ میکنه و هیچ عکس العملی نداره و کلیداش هم کار نمیکنه. در اینجا مسائلی که باید بررسی بشه رو بهتون میگیم. اولین چیزی که باید چک بشه ولتاژ خروجی تغذیه هست. دوستان عزیز، ولتاژ خروجی تغذیه حتما باید برابر مقدار مشخص شده روی بورد یا کمی بیشتر باشه. مثال، اگر تغذیه دارای خروجی 5 ولت باشه، یعنی روی بورد 5 ولت مشخص شده باشه، زمان اندازه‌گیری باید مقدار 5 تا 5 و 3 دهم ولت رو بهمون نشون بده. و اگر مقدار از 5 ولت کمتر باشه، مثال 4 و 8 ولت باشه، ولتاژمون کمه و باید خازن‌های خروجی حتما تعویض بشه. خازن خروجی معمولاً دو مدل هست، یک خازن 1000 میکروفاراد و یک خازن هم هست با ظرفیت 470 میکروفاراد که این دو خازن در صورتی که ولتاژ ما از مقدار ثبت شده روی بورد کمتر باشه حتما باید عوض بشه. دوستان به این نکته توجه داشته باشن، اگر در خروجی تغذیه ما خازنی با ولتاژ 16 ولت و ظرفیت 1000 میکروفاراد وجود داشته باشه، ما یا باید خازنی برابر با همین مقدار یعنی 16 ولت 1000 میکروفاراد استفاده کنیم، یا اینکه خازنی با مقدار بیشتر 25 ولت 1000 میکروفاراد. اما ما نمیتونیم که خازنی رو استفاده کنیم با ولتاژ کمتر اما با اون ظرفیت. مثال میگم 10 ولت 1000 میکروفاراد ما نمیتونیم به جای 16 ولت 1000 میکروفاراد بندازیم، یا اینکه نمیتونیم ظرفیتش رو کمتر یا بیشتر بندازیم. ما فقط میتونیم خازنی رو با همون ظرفیت با ولتاژ بیشتر یا همون ولتاژ استفاده کنیم. حالا اگه ما ولتاژ خروجی تغذیه‌مون رو هم اندازه‌گیری کردیم و دیدیم که ولتاژ خروجیمون هیچ موردی نداره، مرحله بعدی بررسی ولتاژ رگولاتورهای روی مینبورد هستش. ولتاژ رگولاتورها همونطور که گفتیم 1 و 2، 1 و 8، 3 و 3 و 5 ولت هست. در صورت وجود ولتاژ رگولاتورهامون رو تجدید لحیم میکنیم و دستگاه رو تست میزنیم. در صورتی که جواب نداد میریم سراغ مرحله بعد. آیسی رم رو با هیتر حرارت میدیم و دوباره تست میکنیم. در صورتی که جواب نداد میریم سراغ مرحله بعدی و خازن‌های خروجی رگولاتورها که معمولاً در رنج 100 میکروفاراد هستن رو تعویض میکنیم. اگر تست زدیم و جواب نداد میریم سراغ پروگرام کردن آیسی فلش و دوباره تست میزنیم. در صورتی که این بار هم جواب نداد آیسی فلش رو تعویض میکنیم و برنامه رو پروگرام میکنیم و دوباره تست میزنیم. دوستان عزیز، خیلی سریع همین الان شما با مشکل هنگ کردن گیرنده دیجیتال آشنا شدید. تمامی مسائلی که برای هنگ کردن گیرنده دیجیتال پیش میاد همین هایی هست که همین الان بهتون خدمتتون عرض کردم.